من نهار دارم. الو خانم سلام علیکم. خانم یعنی شما زیر گاز صابون کشیدی؟ چیکار کردی؟ زیر گاز صابون کشیدی؟ میگه زیر گاز صابون کشیدی؟ بگو ناهار خوردن را بیفتن دیگه. ناهار خوردن را بیفتن که ایشالله تا شب برسن. جمشه خفاش پدستت. چی اینجوری میکنی تو؟ میگم زیر گاز گوه میخونی تو رو مزا آمده میشی ولی چه خواهد ماشاءالله. کسکش شما مال کجایی؟ نبیشه ارمان برو بخواه بروشو کسافت آشکار. میتونم خیلی مهم. برو خفه شدی اجای بیمه راهپیمایی شما شرکت نمیکنی؟ راهپیمایی برای تو خوبه برای راهپیمایی کن. خب چرا فساد میزنه؟ بگو راهپیمایی شرکت نمیکنیم. یه برنامه کوهنوردی بذاریم. کوهنوردی میای؟ اسکی رو آب میای؟ توف از بالای سرت هم به چی میای؟ کنار بدن یا کنار خفن مثلا؟